من حاضر با شمایان تیار کردن محلول باردوستی در شرایط‌های صحرایی و خانگی را به شمایان نشان می‌دهم. برای تیار کردن محلول باردوستی 3% به ما 300 گرم کپروسی میز و 300 گرم آهک ناشکفته لازم است. در سطل 10 لیتر در 5 لیتر آب 300 گرم آهک ناشکفته را همراه می‌کنیم. کپروسی میز را گرفته در سطل 5 لیتر در 5 لیتر آب شیر گرم 35 گرادوسه یعنی حل میکنیم. است همراه میکنیم با آب. این محلول من تیار شد. اکنون کاری دوممون این محلول تیار شده را آهسته گرفته با سطل 10 لیتری که در آنجا آهک حل شده بود همراه میکنیم. همراه کردن این محلول چنین میباشد. یک بار ریختن ممکن نه. کم کم ریخته این محلول رو آمیخته کرده میگیریم. mana مهلت گفتگی ما گذشت 10-15 minut گذشت محلول باردوستی ما تیار شد. با همین خیلی کرده تمام تنه درخت رو ما باید با این دورو پوشیدنمون در کار است.